در شهر چلیابینسک مراسم ودا با سرباز 23 ساله ارتش روسیه اومیجان دولتوف برگزار شد. اومیجان فرزند عائله مهاجران تاجیک بوده در چلیابینسک دیده به جهان گشوده بود و در همین جا به وی رسید. در کمیساریات حربی نویه متالورگیچسکی شهر چلیابینسک و سامانه محلی 74 رو تصدیق کردند که اومیجان دولتوف در جنگ اوکراین کشته شد. حالا برادر کلانی او نیز در عملیات مخصوص در اوکراین اشتراک داشته است. جنازه اومیجان را در قبرستان مسلمانی در دهه کازانتسف در کنار چلیابینسک به خاک سپاریدند. از اول جنگ یا عملیات مخصوص در اوکراین علاقه درباره کشته شدن دست کم 10 تن آزادگان تاجیکستان و فرزندان مهاجران تاجیک خبرها به دست میرسند. اکثر آنها سربازان قطاری بودند و در صف ارتش روسیه خدمت میکردند. پاشا ایرومیان یک دوست اومیجان دولتوف به ژورنالیستان نقل کرده است که والدان اومیجان از تاجیکستان انو سال 1992 به روسیه کوچیده بودند. پدر و مادر او 4 فرزند را به وی رساندند. اومیجان در نویه متالورگیچسکی به دنیا آمده و مکتب رقم 74 و سپس کالج دولتی اورال را ختم کرد. اومیجان در مکتب یونس میتر تحت رهبری مربی آناتول گنادویچ گشتین جودو مشق میکرد و در باشگاه رم 93 به مشق MMA جنگ‌های بدون قاعده مشغول بود. به گفته این دوستش اومیجان را بعد خدمت کالج به خدمت ارتش دعوت کردند. او در بتالون رزویدکا در نویه چبرکول ولایت چلیابینسک خدمت میکرد. بعد انجام خدمت حربی حتمی اومیجان در ارتش همچون سرباز قراردادی ماند. او ارتش را خیلی دوست می داشت و خیلی میخواست در ارتش خدمت کند. به همین خاطر قرارداد بست. اومیجان یک آدم خیلی صافدل بود. در مراسم دفن او مردم زیاد جمع شد. نقل کرده است پاشا ایرومیان هفته گذشته جنازه های 4 تاجیک در جنگ اوکراین کشته شده را به تاجیکستان آوردند. 2 آنها از ولایت سوغد و 2 دیگر از ناحیه همدانی ولایت ختلون بودند. نیروهای روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کردند. جانب اوکراین از کشته شدن حدود 1300 نفر از جانب خود و چند هزار نفر از نیروهای روسیه خبر می‌دهد. وزارت مدافع روسیه بعد 6 روز اول جنگ ها کشته شدن 498 نفر از افسران و عسکران روس را در اوکراین تصدیق کرد، ولی بعد اون دیگر یگان ارقام نو را درباره تلفاتش در اوکراین نشر نکرد. مقامات روسیه حمله به اوکراین را عملیات مخصوص حربی نام کردند و با وجود کشته شدن هزاران نفر از دو جانب از مطبوعات و شهروندان با اصرار طلب دارند که آن را جنگ نگویند، تنها عملیات مخصوص نام برند.